در این درس انگلیسی ما با شما رنگ‌ها، صفت و درجه‌های عالی و قیاسی صفت رو در زبان انگلیسی می‌آموزم. سلام زبان‌آموزان، نام من صدیق و این زبان‌آموز است که هر هفته برای شما زبان انگلیسی می‌آموزد. در این ویدیو درس ما تصمیم گرفتیم که با شما رنگ‌ها، صفت‌ها و درجه‌های قیاسی و عالی صفت رو آموزیم. برای فایده بیشتر گرفتن از این ویدیو درس حتما قاعده‌هایی که ما برای شما میگیم اونها رو نویسید و در آخر درس تست خردکک رو کار کنید. تا آخر این ویدیو درس انگلیسی شما باید اوید رنگ‌ها، اوید صفت و درجه‌های قیاسی و عالی صفت معلوماتی پورا پیدا کنید، صفت‌ها رو شناسید و آنها را از دیگر حصه‌های نطق فرق کنید، درجه‌های مقایسه‌ای و عالی صفت‌ها رو در جمله استفاده برید و رنگ‌ها اشیاءهای گوناگون را شرح داده توانید. برای انگلیسی بیشتر با مانند این درس با کانال ما ابتدا شوید و حتما زنگوله فرشون که از ویدیو درس‌های نوبتی هر هفته پیش از دیگران آغاز یابد و ما آغاز می‌کنیم با ایده صفت و رنگ‌ها. رفتیم. صفت چیست؟ صفت آن حصه نطق است که چگونگی و علامت اشیا را می‌فهماند. صفت با سوال‌های چگونه، کدام، چی خیلی جواب می‌شود و همه وقت در زبان انگلیسی پیش از اسم میاد و چگونگی اسم رو می‌فهماند. یعنی که اسم چگونه است، کلان است، بزرگ است، سفید است، سیاه است، ارزان است، قیمت است. دوستا چگونگی اون رو پیش از اسم آمده اون رو اشاره می‌کند که اسم در کدام حالت است. در زبان انگلیسی صفت هم وقت پیش از اسم میاد، اما در زبان تاجیکی صفت بعد از اسم میاد. مثلا کرته سیاه در زبان تاجیکی سیاه این صفت است و بعد از اسم آمده است، اما در زبان انگلیسی black shirt یعنی black صفت است و shirt این اسم است، یعنی پیش از اسم میاد. مثلا black and white book کتابی سیاه و سفید. blue copybook کتابی سیاه یعنی که کبود. black phone white pen رشته سفید. green pencil قلم سبز. yellow pen رشته زرد. red pen رشته سرخ. white modem مدام سفید. چقدر که گفتیم دوستان آیدی رنگ ها این white سفید است، black سیاه است، green سبز است، yellow زرد است، red سرخ است، blue کبود است و dark این تاریک است. وقتی که ما با شما رنگ ها را آموختیم و ما برمیگردیم با موضوع صفت، یعنی که صفت در زبان انگلیسی دو نمود می شود، یعنی با مانند فعل های آنها دو نمود می شود، هستند صفت های درست و هستند صفت های نادرست. و ما سر میکنیم از صفت های درست. یعنی صفت های درست کدام؟ صفت های درست در زبان انگلیسی همون صفت هایی هستند که در درجه قیاسی و در درجه عالی آنها ریشه صفت عوض نمیشد، بلکه آنها با خود پسمانده که er یعنی که est قبول میکنند، یعنی که more یعنی که most. و صفت های درست در آن وجه خود دو نمود میشن، هستند صفت های درستی که از یک هجا عبارتند و هستند صفت های درستی که از دو و یا زیاده هجا عبارتند. صفت هایی که از یک هجا عبارت هستند با مانند old یعنی که با مانند big آنها در درجه قیاسی خود er قبول میکنند و در درجه عالی خود ast قبول میکنند. مثلا old older the oldest یعنی پیر پیرتر و پیرترین. safer the safest یعنی بخطرتر و از همه بخطر. big bigger the biggest کلانتر و کلانترین. hotter the hottest گرمتر و از همه گرمترین. shorter the shortest کوتاهتر کوتاهترین. greater the greatest خوب یعنی که بزرگتر و بزرگترین. faster the fastest تیزتر و تیزترین. و صفت هایی که از دو و یا هجا عبارتند با مانند boring یعنی boring در اینجا دو هجا است، آنها در درجه قیاسی خود کلمه more پیش از خود قبول میکنند. یعنی boring
more boring و the most boring. The most boring این درجه سیومی صفت است، درجه اولی صفت است. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Interesting, the more interesting, the most interesting. Hardworking, more hardworking, the most hardworking. آدمی سخت کار، آدمی که سخت تر کار میکند و سخت از همه سخت کار میکند. Popular, مشهور. More popular, مشهورتر. The most popular, از همه مشهور. Handsome, زیبا. More handsome, زیباتر. و the most handsome, از همه زیبا. Expensive, قیمت. More expensive, قیمتتر. و the most expensive, از همه قیمت. و میگذاریم با صفت‌های نادرست. صفت‌های نادرست در زبان انگلیسی هستند. ما آنها را در زبان تاجیکی نداریم و اما آنها در زبان انگلیسی وجود دارند. و فرق آنها از صفت‌های درست در آن است که آنها در درجه‌های قیاسی و عالی خود تماما یک کلمه نو میشن. یعنی آنها با قاعده‌های دیگر اطاعت نمی‌کنند. یعنی ما داریم good، ما داریم better و ما داریم the best. یعنی خوب، بهتر و بهترین. good, better, the best. bad, worse, the worst. bad, بدتر و بدترین. old, elder, the eldest. پیر، یکی کهنه، کهنه‌تر و کهنه‌ترین. پیر، پیرتر، پیرترین. little, less, least. کم، کمتر، از همه کم. many، بسیار. more، بسیارتر. most، از همه بسیار. و اکنون دوستان میگذاریم با قاعده هایی که صفت ها چگونه درجه قیاسی و عالی خود را قبول میکنند. یعنی درجه مقایسوی صفت، یعنی دوم درجه صفت، برای نشان دادن برتریت یک چیز از دیگر چیز. یعنی ما همه وقت برتریت دو چیز رو مقایسه میکنیم. یعنی بگذار اگر دو روچکه باشد، یعنی good, better. لذا ما بین دو چیز مقایسه میکنیم و از این دو یکی بهتر است و این رو ما در درجه دوم صفت اجرا میکنیم. برای بهتر از خود کردن این قاعده ها شما میتونید ویدیو رو در پاوزه مانده قاعده ها رو مذکور نویسید یا اینکه آنها رو اسکرین شات کرده بعد از درس میتونید آنها رو از خود کنید. این قاعده یکم رفتیم. در زبان انگلیسی صفت هایی که از یک جای عبارتند در درجه قیاسی پسماندکی ER میگیرن. یعنی مثال old, older, hard, harder. قاعده دوم، صفت هایی که دارای آواز صدانکی کوتاه می باشند، یعنی با همصدا به آخر میرسند، همصدای آخرشون دو تا میشه و پسماندکی ER میگیرد. یعنی big, bigger, hot, hotter. قاعده سوم، صفت هایی که با حرف Y به آخر میرسند، آنها با حرف یعنی حرف Y آخران حرف با حرف I عوض کرده میشود. مثلا dry, drier, happy, happier. خشک، خشکتر، خوشبخت، خوشبختتر. قاعده چهارم، صفت هایی که با حرف ای به آخر میرسند با آنها تنها حرف R علاوه کرده می شود در درجه قیاسی صفت. یعنی fine, finer. و قاعده پنجم، صفت هایی که دارای دو هجا هستند درجه قیاسیشون به کلمه more یعنی بیشتر ساخته می شود و more پیش از صفت میاد. مثلا boring, more boring. beautiful, more beautiful. قاعده ششم، این استثناء است. بعضی از صفت ها چخیلی که گفتیم صفت های نادرست هستند، آنها در درجه مقایسوی و عالی خود تماما یک کلمه دیگر میشن. پس این 5 قاعده پیشینه با آنها تعلق ندارد. یعنی این قاعده استثناء است. برای مقایسه کردن دو صفت برای ما کلمه ذهن در کار میشود. کلمه ذهن همه وقت برای مقایسه کردن دو اشیا و یا از آن زیاده اشیا استفاده برده می شود و ذهن در زبان تاجیکی همچون نسبت یا که نسبت به ترجمه می شود. مثلا فرهاد is taller than شادی. فرهاد is taller than شادی. یعنی چه می بینیم ذهن در این جمله وجود دارد و فرهاد is taller قد بلندتر است نسبت به شادی. در اینجا ما قد دو نفر را مقایسه کرده استفادیم و قاعده یکمی که گفتیم وقتی که صفت از یک جای عبارت است گواهی حرف ER قبول میکنه. یعنی tall, taller. مثال دوم، an elephant is bigger than a horse. یعنی فیل از اسب دیده بزرگتر است، عظیم جثه‌تر است، یعنی کلانتر است. در اینجا قاعده دوم استفاده برده میشد وقتی که صفت از یک هجای عبارت است و با حرف همصدا تمام شده است. یعنی حرف G همصدا است و حرف G در این حالت دو تا میشه. یعنی big, bigger. The elephant is bigger than a horse.
feel نسبت با حسب بزرگتر است. مثال سوم شویرا looks happier today than yesterday. شویرا امروز نسبت به دیروزش خوشبخت‌تر است. یعنی در اینجا ما خوشحالی امروزه شویرا رو نسبت به دیروزش مقایسه کرده ایستادیم و در اینجا چخلی که گفتیم قاعده سوم حرفی وای عوض کرده میشود به حرفی I یعنی happy happier. در مثال چهارم How are you feeling here? I'm finer here than in the city. شما در اینجا چی حس میکنید خودتون؟ در اینجا من خوب ترم نظر به شهر، نظر به اونایی که من در شهر قرار دارم. یعنی در اینجا ما حسیات یک نفر رو نسبت به شهر بودنش مقایسه کرده ایستادیم و قاعده چهارم وقتی که صفت با حرفی ای تمام میشود ما باید تنها حرفی R اضافه میکنیم. Fine, finer. قاعده پنجم Trains is more expensive than buses in London. یعنی در لندن پویزد ها نسبت به اتوبوس ها قیمت ترند. یعنی این قاعده پنجم وقتی که صفت ها از دو و یا زیاده هجا های عبارت هستند ما پیش از آنها کلمه more یعنی بیشتر را استفاده میبریم. یعنی more expensive این بسیارتر قیمتتر و بسیارتر قیمت است. و قاعده ششم چقدر که گفتیم قاعده استثناء است با صفت های نادرست. Max is better at math than me. Max در ریاضیات در متماتیک از من دیده بهتر است. یعنی در اینجا ما قابلیت ماکس رو در متماتیک نسبت به قابلیت من مقایسه کرده ایستادیم و میبینیم که Max is better in math than me. وای در متماتیک در ریاضیات از من دیده بهتر است. این قاعده ششم است دوستان. و در درجه اولی صفت ما یک چیز رو نظر به دیگر باقی مانده چیزها مقایسه میکنیم. یعنی اگر در واریانت مقایسوی ما دو چیز رو مقایسه کنیم در درجه دوم صفت در درجه سوم صفت ما یک چیز رو نظر به 5 نظر به 10 نظر به 100 چیز دیگر از همه بهترین میدونیم. یعنی یک چیز مثلا شودی is the oldest person in his family. شودی از همه شخصی کلانسالترین در عائله خودش است. دوم elephant is the biggest animal. فیل این حیوانی کلانترین است. سوم trains are the most expensive transport in London. پویزدها از همه ترانسپورتی قیمتترین در لندن به حساب میروند. سوم apples is the healthiest fruit. سیب‌ها این میوه‌های مفیدترینند. سیب‌ها این میوه‌های مفیدترینند. یعنی نسبت به همه باقی مانده های میوه‌ها سیب از همه آنها مفیدترین و فایده آورترین است. چهارم I am the finest here in Kulob town. من در شهر کلوب خودم را از همه بهترین حس میکنم. نظر به دیگر شهرهای دنیا من در کلوب خودم را از همه بهتر حس میکنم. قاعده دیگر Max is the best at math in his class. ماکس چقدر که گفتیم در صنف از فن ریاضیات از همه بهتر است. یعنی در مثال یکم وای از من تنها از من دیده بهتر بود و در مثال دوم در درجه سوم صفت وای از همه صنف دیده بهتر است. یعنی از 20 نفر در صنف وای بهتر است. Max is the best at math in his class. و دوستان میگذاریم با قسمت وظیفه خانگی شما میتونید اون وظیفه خانگی خود را در کامنت نویسید. برای اونی که ما فهمیم و خود شما فهمید که این قاعده های گفته ما را از خود کردید لطفاً سوال هایی که در اکران شما میدید اونها را در کامنت نویسید و ما حتما با شما جواب میگیم که این درست است یا اینکه نادرست. سوال یکم What is the color of your school bag؟ یعنی سمکه شما کدام رنگ است؟ شما میتونید در کامنت نویسید. دوم سوال Is it big or small؟ آیا این کلان است یا اینکه خرد؟ How much money does it cost؟ How much money does it cost؟ یعنی این سمکه شما چند پول میستد؟ و در درجه قیاسی و عالی صفت دو چیزی که شما میخواهید مقایسه کنید آنها را در کامنت نویسید. و این بود دوستان درس انگلیسی اوید با رنگ ها و صفت و درجه های مقایسه صفت. تو درس های دیگر دوستان بای.